بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، دوستان عزیز، خواهرای عزیز، برادرای محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در درس چهارم ما و شما هستیم که اسم الرحمن الله سبحانه و تعالی هست که این میخوانیم. قبل از اینکه اسم الرحمن رو بفهمیم، لازم است که ما و شما اول کلمه رحمت رو بفهمیم، چون اسم الرحمن و الرحیم از رحمت گرفته شده هست. پس خود کلمه رحمت چی معنا میده؟ اول، رحمت به معنای نرمش، لطف و مرحمت می باشه. دوم، رحمت به معنای مغفرت است. و سوم، به معنای حیات بخشیدن و تر و تازه ساختن هست. و چهارم، به معنای نبوت هم آمده هست در قرآن عظیم شان. مثلا والله یختص برحمته من یشاء، یعنی یختص بنبوته من یشاء، یک تعداد را به نبوت خود تخصیص میده. و در قسمت اقسام رحمت، دوستای عزیز، رحمتی که به الله سبحانه و تعالی نسبت داده میشه، طبعا وقت ما و شما بحث میکنیم سر صفت الرحمن و صفت الرحیم و رحمت الله سبحانه و تعالی، ذهن ما به صفت خاص به ذات ذوالجلال و عظمتی که هیچ مشابهت صفاتش با مخلوقات نداره. پس صفت رحمت الله سبحانه و تعالی این دو قسم است. یکی صفت رحمت، یعنی صفت ذاتی الله سبحانه و تعالی هست که به ذات الله سبحانه و تعالی تعلق میگیره، که باز دو بخش میباشه: عام که امی رحمت خود برای عموم مردم میرسانه، و خاص که این رحمتش برای مؤمنا هست. و اصل صفت ذاتی الله سبحانه و تعالی هست که الله سبحانه و تعالی اما تو یک صفتی را داره که او عبارت از رحمت و مهربانی هست. دوم قسم صفت رحمت مخلوق است، یعنی الله سبحانه و تعالی رحمت را خلق کرده که او را برای مخلوقاتش میده. و در حدیث شریف است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه، حدیث صحیح بخاری است که جعل الله الرحمت 100 جز، امی رحمت را که خلق کرده ای را 100 جز ساخته. و فامسک عنده 99 جزءا، 99 جزء از او را بر خود حفظ کرده که در قیامت باز میته و برای بنده هاش میته. و انزل فی الارض جزءا واحدا، و در زمین یک جزء از او را چی کرده؟ نازل کرده. فمن ذلك الجزء يترحم الخلق، میگه از این جزء هست که مخلوقات به یکی دیگه رحمت میکنن. خب حالا ما و شما وقتی که میم صفت الرحمن الله سبحانه و تعالی را میخوانیم، رحمان صفت مشبهه و صیغه مبالغه هست، به وزن فعلان. به وزن فعلان است که ای از امی رحمت اشتقاق شده. و رحمان به معنای وسعت هست، دوام است، استمرار از این رحمت است به مخلوقاتش. و هر قدر که کمیت و کیفیت مخلوقات زیاد باشه، برشان این رحمت که عبارت از نعمتهای الله هست برشان میرسه. در تعریف اصطلاحیش علما میگن که الرحمن اسم من اسماء الحسنى. الرحمن که است یک اسم یا یک نام هست از اسماء حسنای الله سبحانه و تعالی، تدل على ان الله سبحانه و تعالی ذو الرحمت الواسعه العامه الشامله، که دلالت میکنه به اینکه الله سبحانه و تعالی دارای رحمت بسیار وسیع و رحمت عام و رحمت شامل است. یهبها لجمیع الخلائق فی الدنیا، که الله سبحانه و تعالی این رحمت خود من حیث یک توفه برای تمام مخلوقات خود در دنیا میده. وللمؤمنین خاصتا فی الاخره، و برای مؤمنین در آخرت این خاص می باشه. در این تعریف چند نقطه اساسی هست که برای ما و شما
اما اسم الرحمن الله سبحانه و تعالی را بسیار خوب معرفی میکنه که ما باید الله را عمیق قسم بشناسیم. اول ای که الرحمن اسمی از اسماء الله الحسنا هست که در قرآن عظیم شان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است. دلیلش چی است؟ در قرآن عظیم شان در سوره حشر آیت 22 الله سبحانه و تعالی می فرماید هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. اینجا ببینید که الرحمن و الرحیم دو اسم از اسماء الحسنای الله سبحانه و تعالی هست. دوم باید بفهمیم که یعنی اسم الرحمن الله سبحانه و تعالی به چی دلالت میکنه؟ دلالت میکنه به اینکه الله سبحانه و تعالی دارای رحمت بسیار وسیع هست. یعنی رحمت الله سبحانه و تعالی بسیار رحمت بزرگ است. فقل ربکم ذو رحمت واسعه، بگو برشان که الله سبحانه و تعالی دارای رحمت بسیار وسیع هست. سوره انعام آیت 147. دیگه چون رحمان به وزن فعلان آمده است، از این خاطر خود امی صیغه فعلان که است ای به وسعت دلالت میکنه. پس اینجا رحمت الله بسیار وسیع هست که تمام مخلوقات خود در بر میگیره. یعنی الله متعال این رحمت خود بر تمام، یعنی شامل حال تمام مخلوقاتش میشه. سوم العامه، در اینجا در تعریف آمده بود که یعنی این رحمت الله عام است. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. اینجا الله سبحانه و تعالی رب تمام عالمیان است. انسان ها، حیوانات، نباتات، جامدات، مایعات، گازات، تمام مخلوقات که از تمام عالم انس، عالم جن، اینجا عالم باز میگن مثلا عالم ملائکه هست، عالم انس هست، عالم جن هست، عالم نبات هست، عالم حیوان هست. الله سبحانه و تعالی رب تمام از این عالمیان است. الرحمن الرحیم است. یعنی الله سبحانه و تعالی این رحمتش چی است؟ عام است. علامه سعدی میگه التي، یعنی الرحمت التي وسعت كل شيء و عمت كل حی. میگه که این رحمت ازی عام است برای هر زنده جان. این رحمت الله سبحانه و تعالی به شکل عام هست. این نعمت ها به دو شکل می باشه دوستای عزیز. بعض نعمت های الله نعمت ها که به شکل رحمت است، این رحمت الله که به شکل نعمت ها است. بعض نعمت هایش مادی هست. این نعمت های مادی الله سبحانه و تعالی مثلا برای ما و شما قلب داده، چشم داده، زبان داده، دست داده، اعضای بدن داده. متوجه هستین دیگر نعمت هایی که مثلا اکسیژن است، آب است، هوا هست. اما یهدیکم فی ظلمات البر والبحر، یعنی کی شما را هدایت میکنه و راهنمایی میکنه در تاریکی های خشکه و در بحر. نعمت های الله هست که ما و شما راه خدا پیدا میکنیم و از نعمت های الله در خشکه استفاده میکنیم و از نعمت های الله در بحر استفاده میکنیم. و ما یرسل الریاح، خود امی بادها که هستن این کلش چی است؟ بشرن بین یدی رحمته. کل از اینا رحمت های الله سبحانه و تعالی هست. متوجه هستین که هر کدام از که وقتی که علما و متخصصین این نعمت ها را دربارش تحقیق میکنن و درباره از این نعمت ها علمای متخصص بحث میکنن، میبینن که مثلا هر کدام از اینا و منفعت بشر نعمت از نعمت های الله هست. این نعمت های مادی هست که و این تعود نعمت الله لا تحصوها، اگر شما یک نعمت الله را هم محاسبه بکنین حساب کردن نمیتونین. دیگه نعمت های معنوی هست که الله متعال بسیار نعمت های معنوی خود برای بنده های خود داده هست. این نعمت های معنوی چی هست؟ نعمت توحید است، نعمت پیغمبران است. ارسال کردن پیغمبران یک نعمت است. اگر پیغمبران نمی بود، اگر کتاب های آسمانی را الله نازل نمیکرد، ما در یک جهل و دلالت حتی از حیوانات هم بدتر می بودیم. پس الله سبحانه و تعالی این نعمت خدا برای ما و شما داده که این نعمت های خدا کلش برای ما و شما چی کرده؟ مثلا الله سبحانه و تعالی
این نعمت های معنوی را هم برای ما و شما داده. ایمان، عقیده، توحید، این کلش نعمت های معنوی هست. تنزیل من الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. ببینید که الرحمن ذاتی هست که این نعمتش چی است که انسان تعلیم داد. چی را؟ القرآن. قرآن عظیم الشان برای انسان، برای ما و شما تعلیم داد. قرآن نازل کرد و دیگر کتاب ها را قبل از این نازل کرده. علامه حقی میگه در تفسیرش، میگه الرحمن هو العطوف علی العباد. میگه ذاتی است که بسیار مهربان است بر بنده هاش. به ایجاد اول میگه این بنده ها را چی کرده؟ ایجاد کرده، خلق کرده. و بالهدایت الی الایمان، به هدایت راهنمایی. یکی هدایت عام است. هدایت عام الله که است هدی للناس، برای تمام، برای کافر، منافق، مشرک، مرتد، برای کل از اینا الله سبحانه و تعالی هدایت فرستاده که اینا از این هدایت استفاده بکنن و خود اصلاح بسازن. و یکی هدایت خاص است که او هدایت چی هست؟ هدایت توفیق است که برای مؤمنان میده. باز هدایت دیگه چی است؟ هدایت استقامت است که الله متعال برای بنده های خود استقامت، بنده های خاص خود استقامت بر ایمان نصیب میکنه که الله متعال نصیب ما و شما بکنه. و اسباب سعادت ثانیه، دیگه اسباب سعادت میگه برای از اینا دادن. و الاسعاد بالآخره، دیگه سعادت در آخرت. سوم، والانعام بالنظر الی وجه الکریم. رابعا، سه برای مؤمنان چه نعمت های دوامدار، باز امی قسم زیادتر است که نعمت های جنت است و بالاخره نعمت دیدن به طرف رب ذوالجلال هست. دیگه در تعریف آمده بود که این نعمت الله سبحانه و تعالی شامل است. الرحمن علی العرش استوى. اینجا علما میگن وقتی که در قرآن عظیم الشان کلمه الرحمن علی العرش استوى، استوای الله بر عرش با اسم الرحمن شروع شد. وقتی که الرحمن علی العرش استوى، به این معنی که الله سبحانه و تعالی که ذات الرحمن هست و بر عرش استوا کرده و عرش بالای تمام مخلوقات است. بناءً رحمت عام الله شامل تمام مخلوقاتی که زیر آسمان ها قرار داره. زیر آسمان ها زیر عرش است و ما و شما زیر آسمان ها در زمین در اینجا قرار داریم. بناءً این نعمت ها برای کلگی به شکل چی است؟ شامل و عام هست. چهارم نقطه که باید در اینجا بفهمیم، یهب حال جمیع الخلائق فی الدنیا. امام طبری رحمه الله میگه که یعنی الله سبحانه و تعالی همین نعمت های خود در دنیا برای کلگی میده. مثلا الله سبحانه و تعالی میگه در قرآن عظیم الشان الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم. امام طبری در تفسیر چی میگه؟ میگه انه مالک جمیع العالمین. الله سبحانه و تعالی مالک تمامی عالمیان است و سیدهم، و سید از اینها هست و مصلح از اینها هست و ناظر لهم و الرحیم بهم فی الدنیا والآخره. و علامه انصاری چی میگه؟ او میگه ذو رحمت شاملت لجمیع الخلائق فی الدنیا. رحمت الله سبحانه و تعالی شامل هست بر تمامی مخلوقات در دنیا. و دیگر نقطه که در اینجا باید بفهمیم وللمؤمنین خاصتا فی الاخره. این نعمت های الله در آخرت برای مؤمنین خاص است و برای مؤمنان به شکل خاص در آخرت می باشه. یعنی یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم. آل عمران آیت 74. یا و اما الذین بیضت وجوههم ففی رحمت الله. یعنی کسایی که در روز قیامت چهره هایشان شاداب و سفید می باشند، میگه اینا در رحمت الله سبحانه و تعالی قرار دارن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.